سلام. امروز شما رو بردیم یه جای واقعا باحال، یه جای قدیمی در لشتینشاه. این میدان ساعت، این مغازه عمو خلیل. باید دونیم چه خبره. سلام عمو خلیل. سلام علیکم. واسه شما بخیر. آقا سوانای درجه‌ای تو سوانای تو تخم رو زنی عمو خلیل. بله. دست شما در نگاه. این چیزه، این دونیم ببینم. این آب نخود قربان. دیدم زنی. بله. اصلا آب نخود. امیدوارم من برای فردا از امروز بله. این مال فردا که آماده کردیم. این دو املت بالا عمر بزنم. بله. با اجازه. اینه. فالوور عزیز فهمید برای لشینشاه و از خوردنی‌های اینم خاصیت آب نخود. خاصیت آب نخود. اگر سرما خورده اید و مدام سرفه میکنید آب نخود بنان اصلا عالی ها. نسی هم داره به شما نمیشود. ما با کسی شوخی نداریم. خب دوستان تا برای لشینشاه همونجوری که دیدید از غذاها از جای گردشگری لشینشاه استفاده بکنید و لذت ببرید. مخصوصا موهای لشینشاه که همون خیلی دست بزنید. بگید این اصل املته. مرسی. اما از چه سالی های مغازه سعید لشینشاه؟ من از سال 1365. های صحیح مغازه میسید یا نه؟ لشینشاه میسید؟ لشینشاه حسابم از حضور شما بزنم اول بغل اون املاک بعد روبرو. بله. از سال 70 هم اینجا. از 70 هم اومده. این یک املت درجیه. خیلی کسان میگن بله ما خونه درست میکنیم کیفیت مناسب نداره. شما درست میکنید خیلی کیفیت داره. مشتریای من میگن آقا همه چی بازار بالاتره. آقا همه چی بازار. همه سوال خونه نشه آوردن. اگه بازار سوال آهی نه ولی خوب ده. بسیار عالی. یه مقدار آب نخودم بشیم تنگش. بله. عالی آقا عالی. اینم اینم لشینشاه میدان ساعت. اینم آقا سامان بخور. خیلیشو ببری. آب لیمون با فلفل آب نمک طعم واقعی غذا. لشینشاه آقا لشینشاه نوعی چیزا کلاشه اگه لشینشاه نگید